حالا شده ساعت‌ها غرق یه بازی باشی و وقتی ازش بیرون میای باورت نشه زمان چقدر گذشته؟ این موضوع کاملا واقعیه و مغز ما در طول بازی کردن زمان رو به شکل متفاوتی میبینه. ادراک زمان یا کورنوسپشن درک ذهنی ما از زمانه که ممکنه با دقیقه و ثانیه و ساعت متفاوت باشه. تو این ویدیو قرار پرده از این موضوع برداریم و ببینیم که چه مکانیزم‌های روانشناسی، عصب شناسی و حتی طراحی بازی باعث میشن که ما گذر زمان رو توی بازی‌های ویدیویی کمتر حس کنیم. پس با ما همراه باشیم. اولین و شاید مهمترین دلیل مفهوم غرقگی یا فلو هستش که توسط روانشناس مجارستانی میهای چیکسنتمیهای بیان شد. وقتی توی حالت فلو هستی تمرکزت رو از عوامل بیرونی مانند گذر زمان از دست میدی و باعث میشه که زمان برای تو خیلی سریعتر بگذره. چیکسنتمیهای میگه که این اتفاق میفته چون تمام تمرکز روی فعالیت جاریه و حواست رو از اتفاقات بیرونی از دست میدی و دیگه شناختی نسبت به محیط اطراف و تمرکز روی محیط اطراف نداری. یکی از شرایط کلیدی برای رسیدن به فلو تعادل ظریف بین چالش و مهارت‌های خودته. اگه چالش بیش از حد سخت باشه باعث میشه که مضطرب بشی و اگه بیش از حد آسون باشه باعث میشه که خیلی شل بشی وا بری. حالت فلو فقط مختص بازی‌های ویدیویی نیست. ورزشکار وقتی توی اون منطقه خاصشون هستن و عملکردشون خودکار میشن همین حسو دارن. موسیقیدان ها وقتی توی قطعه‌ای دارن میزنن غرق میشن و توی اوج قطعه هستن همینطور. حتی توی یادگیری وقتی شما درگیر یادگیری عمیق میشین هم گذر زمان براتون خیلی کم حس میشه. این نشون میده که تحریف زمان یه مکانیزم شناختیه که در طول فعالیت عمیق ممکنه پیش بیاد. حالا بریم سراغ محرک اصلی این موضوع، دوپامین. دوپامین یه ماده حیاتی توی مغزه که به خاطر نقشش توی انگیزه، لذت و حرکت شناخته شده. این ماده به عنوان انتقال دهنده عصبی پاداش شناخته میشه. این ماده به عنوان انتقال دهنده عصبی پاداش عمل میکنه و فعالیت مفید و لذت بخش رو تقویت میکنه. تحقیقات اخیر به ما نشون دادن که دوپامین مستقیما ادراک زمان رو تحت تاثیر قرار میده. دوپامین مستقیما ادراک زمان رو تغییر میده. وقتی فعالیت دوپامین افزایش پیدا میکنه ساعت درونی بدن کند میشه و باعث میشه که ما فواصل زمانی رو کمتر از چیزی که در واقعیت هستن حس کنیم. این مکانیزم مولکولی دقیقاً دلیل اصلی اینه که زمان توی خوشی‌ها به شدت زود می‌گذره. بازی‌های ویدیویی استاد فعال کردن سیستم دوپامین مغز هستن. شما هر بار که در بازی پیشرفت می‌کنی، پاداش می‌گیری یا یه چیزی رو پشت سر می‌ذاری، مغز دوپامین ترشح می‌کنه. این جریان ثابت بازخورد، پاداش و فعالیت مداوم مغزی دوپامین رو تخلیه میکنه و یه حلقه قدرتمند و خود تقویتی ایجاد میکنه که شما رو به ادامه بازی ترغیب میکنه. این ترشح مداوم دوپامین همانطوری که مداوم گفتیم به صورت فعال باعث میشه که زمان برای ما کندتر بشه و آگاهی ما رو از زمان واقعی محیطمون کمتر میکنه. بازی‌های ویدیویی مخصوصا بازی‌های اکشن ذاتاً پرتقاضا هستن. منظور ما این نیست که مخاطب زیاد دارن، بلکه منظور ما اینه که نیاز به پردازش پیچیده اطلاعات همزمان توی شرایط مختلف و توی جاهای مختلف دارن. بازی‌های اکشن به طور مداوم ادراک، توجه و درک شما رو درگیر میکنن و بخش قابل توجهی از توانایی مغزتون مال خودشون میکنن. وقتی مغز به شدت درگیر پردازش اطلاعات باشه منبع توجهی کمتری برای نظارت آگاهانه بر فعالیت‌های حاشیه‌ای میذاره و این موضوع باعث میشه که درک ما از آگاهی زمان و گذر زمان کمتر حس بشه. وقتی مغز به شدت درگیر منابع اطلاعاتی مربوط به پردازش بازی، منبع توجهی کمتری برای نظارت آگاهانه بر گذر زمان خارجی میذاره. این انحراف توجه باعث میشه که ما خیلی زمان واقعی رو حس نکنیم و زمان رو دست کم بگیریم. مدل دروازه توجه یا اتنشنال گیت مدل یکی از نظریه‌های مهم تو این زمینه است. طبق این مدل وقتی توجه به صورت فعالانه به گذر زمانی است، یعنی به صورت کامل غرق بازی هستی، این دروازه به خودش اجازه میده که پاس‌های کمتر پشت دروازه جمع بشن
این کاهش تجمع اطلاعات پشت این دروازه باعث میشه که شما زمان رو دست کم بگیرید. به عبارتی مغزت اونقدر سرگرم بازی هست که به ساعت خودش توجهی نمیکنه. اولیش غرق شدگی حسیه. گرافیک های با کیفیت بالا، صداگذاری دقیق و با جزئیات و حتی استفاده از VR به شما حس بودن در بازی بیشتری میده. وقتی بازیکنان به صورت کامل غرق در بازی میشن، حتی ایرادات جزئی در گرافیکشون هم نادیده میگیرن، چون مغزشون این موارد رو پر میکنه. وقتی بازیکنان کاملا غرق بازی میشن، ممکنه حتی نقص‌های جزئی در گرافیک و صدا رو هم نادیده بگیرن، چون تخیلشون این موارد رو پر میکنه. دومین موضوع غرقگی رواییه. بازی‌ها با داستان‌های گسترده، روایت‌های غنی و جهانسازی جذاب مثل سری فالاوت، سری الدر اسکرولز و حتی بایوشاک غرقگی تخیلی رو تقویت میکنن. تعاملی بودن روایت بازیکن رو از حالت منفعل بودن و صرفاً دیدن به شرکت کننده تبدیل میکنه و تجربهشون رو تشدید میکنه. مورد سوم سیستم مجازات و پاداشه. بازی‌ها اغلب با سیستم پاداش و بازخورد دقیق طراحی شدن تا انگیزه و درگیری بازیکن رو به حداکثر خودشون برسونن. بازخورد فوری و بدون ابهام توی اغلب بازی‌ها مثل امتیاز، افزایش سطح، جدول‌های صوتی یا ریواردهای خاص به صورت مداوم اعمال و پیشرفت بازیکن رو تقویت میکنن و سیستم دوپامین مغزشون رو تخلیه میکنن. این موضوع باعث میشه که شما به طور مداوم درگیر بازی‌ها باشید. مورد آخری که ما بررسی میکنیم دستکاری مستقیم زمانه. برخی از مکانیک‌های بازی‌ها به صورت مستقیم میان روی زمان تاثیر میذارن و اون رو دستکاری میکنن. بعضی‌هاشون مثل مکس پین زمان رو کندتر میکنن. بعضی‌هاشون حتی به تو امکان پاز کردن توی گیم رو میدن. بعضی‌ها حتی زمان رو تندتر میکنن. بعضی‌هاشون به شما اجازه میدن که زمان رو عقب جلو کنید، مثل بازی اریس سیمپل استوری، و اینها باعث میشن که درک ما از زمان دچار اختلال بشه. پس پدیده پرواز زمان در بازی‌های ویدئویی یک ترکیب چند وجهیه که از تعامل مستقیم حالت غرقگی، سیستم پاداش و دوپامین، بار شناختی بالا و طراحی هوشمندانه بازی‌ها شکل میگیره. مغز ما به طور مداوم و ذاتی تمایل داره که ما در فعالیت لذت بخش درگیر نگه داره و زمان رو فشرده کنه تا ما بیشتر درگیر بمونیم و لذت ببریم. اما این پدیده روی دیگه هم داره. بازیکنان اغلب زمانهای واقعی رو که درگیر بازی‌های ویدئویی هستن رو دست کم میگیرن و این دست کم گرفتن نه یک غفلت بلکه یک عادت مسئولانه است. برای همین درک این مکانیزم‌ها برای همین درک این موضوع میتونه به ما کمک کنه که خودآگاهی بیشتری نسبت به عادت غفلت زمان داشته باشیم و بتونیم عادت‌های بازی سالم‌تری در خودمون ایجاد کنیم. در نهایت بازی‌های ویدئویی ابزارهای ابزارهای شناختی قدرتمندی برای سرگرمی و حتی توسعه مهارت‌های فردیمون هستند. توی ویدئوی قبلی به فراوری بازی‌های ویدئویی اشاره کردیم، توی این بالا میتونید ببینیم. اما با درک این که بازی‌ها چطوری ذهن ما رو درگیر خودشون میکنن و باعث میشن که زمان رو متوجه نشیم، میتونه به ما کمک کنه که از بازی‌ها بیشتر لذت ببریم و تعادل واقعی تری توی زندگی همون ایجاد کنیم. خیلی ممنون از اینکه این ویدیو رو دیدین. لایک، کامنت، سابسکرایب فراموش نشه. اگه ویدیوی ما رو دوست داشتین با معرفی ما به بقیه باعث میشین که آدم‌های بیشتر ویدیوهای ما رو دوست داشته باشن و در نهایت شما رو به خدای بزرگ و بقیه میسپارم.